48,900 بود. 24% تخفیف خورده بود که 149,500 شدش. یه دونه دستمال کاغذی رومیزی برداشتم، یه بسته 66 تومن بود، 26% تخفیف خورده بود که میشد 48,500. بعد یه دونه دستمال کاغذی رولی هم برداشتم از این دو قلوها که اون 63,900 بود، 20% تخفیف خورده بود، شدش 50,700. من برداشتم که همیشه برمیدارم از این مدل. اینجاها رو دیگه فقط نگاه کردم، بیسکویت ها رو، پفک ها رو، چون جزو خریدای واجب نبود و اینکه دلم میخواست بخرم من خب نخریدم اینا رو، فقط نگاه کردم. نسکافه ها رو نگاه کردم که این بسته های بزرگش بود، یه دونه بسته کوچیک هم داشتش که دلم می‌خواست امتحان کنم ولی خب فقط نگاه کردم. این قسمت فروشگاه پر از اسباب بازی و لوازم تحریره و خیلی هم تنوع داره. بعد کلی ماشین و اسباب بازی اینجور وسیله ها رو این جلو میچینن که نوشابه و اونا هم خیلی کلی ما نگرفتم، فقط شکر و قند داشتم، یه بسته شکر برداشتم، قند برداشتم، یه بسته شکر 3 کیلویی برداشتم، 195 تومن شد، 4% تخفیف خورده بود که شده 186,000 تومن. ماکارونی هم یه دونه از این مدل‌های خیلی ریزش رو برداشتم چون 1/2 خیلی اونا رو دوست دارم، خیلی ریزا